سلام علیکم اتان عزیز تشکری olam. همین انسان ها که در ماه شریف رمضان کسی که ماه شریف رمضان پست داشته شده است گرفته شده است التماس دل کسی را نرنجانین، التماس از عیبجوییتان بس کنین. ماه بزرگ است و به خاطر عبادت های الله تعالی، به خاطر الله تعالی ماه رمضان پست داریم. ما گیرم اومدم که گیرم اومد برای که نفرانی که در ماه رمضان میگذرند یا که ماه رمضان روزه نگرفته میگذرند هم خسته دلم وحشت خونش جگر خون میشه انسان که وقتی که انسان نماز میخواند حج میرود قرآن تلاوت میکنه لیکن کسی آدم میرنجونه، دل آدم میرنجونه. میگه دل به دست آر که حج اکبر است و از همه بد میگه در نزد خدا چی است بهتر است. میگه مثل شده یاد نامسه میگه که حج چی میری دل مومن شد کن. ما عبادت کنیم که کسی رو نرنجونده نباشه، کسی رو آزار داده نباشه. ما عبادت میکنیم برای کی؟ برای الله تعالی. روزه را خداوند خودش ادش میتیه. ما نماز عبادت میکنیم، این عبادت ما برای خدا میکنیم که بندگی رو به جا آوردن، لیکن در بی روزه آمده است که روزه را الله تعالی اجرش ثوابش خودش میتیه. برای این ماه شهر رمضان ماه بزرگ است. در ماه بزرگ باید که کسی را که رنجاندگی باشد باید بخشش برسه. ولی شانس دارن انسان که در ماه شریف رمضان بخشش برسن. کسی که رنجاندگی باشه شما بخشش برسه. کسی را که مثلا مسخره کرده باشین بخشش برسین، کسی را که عیبجویی کرده باشین بخشش برسین، کسی را که ظلم و ستم کرده باشین بخشش برسین. این ظلم و ستم در قیامت مفلس میخیزه. کسی را که رنجونده باشین تا او را نبخشه خدا شما نمیبخشد. کسی را که مثال که تهدید به کشتن کرده باشین از اون انسان بخشش برسین که خدا شما را در یک جزای غضب خدا گرفتار میکنه که میگه غضب خدا آیا صدا نداره بر سر انسان که زنده دوا نداره. کسی که روزه که نگرفته است روزه را انشالله که نتونست نگرفته بیمار شدین پس از رمضان پست داره. کسی که در رمضان کسی را که مثلا که کاری ثواب کردین از 10 تا 300 تا ثواب انشالله که گرفتگی نمیگیرین انشالله. خب همینه به شما گفته نمیدم گریان شدم که چگونه انسان ها عبادت میکنن با کسی رو میرنجانن، چگونه انسان ها عبادت میکنن. خوشبخت‌ترین انسان است که در ماه شریف رمضان یا که در حج یا که در وقت نماز خواندن در روی تلاوت قرآن از دنیا میگذرن. بله این خوشبخت‌ترین انسان هستن. خوشبخت‌ترین با انسان ها کسایی هستن که کسی رو رنجانده باشن پیش از رمضان یا که در رمضان یا که هر گپی که گفته باشن بخشش برسن. ستم دادین کسی را، تهدید دادین کسی را، رنجانیدین، گریان کردین بخشش برسن که میگه که در حدیث پیغمبر کسی که رحم نکند رحم از جانب الله تعالی نمیبیند. بله انا میگن زنده سلامت خانه سلامت باشید، لیکن کوشش کنید که هیچگاه آب دیده کسی نرسونه که الله تعالی آب دیده شما را نمیبیند. یک غضب الله تعالی به سر بنده میآید انشاءالله تا بخشش نپرسید ام انسان. بله میداد دارم از شما.